هوش عاطفی یا emotional intelligence. این کتاب رو دانیل گولمن 13-14 سال پیش نوشتش و اتفاقا خیلی هم به سرعت تو کشور ما به زیور ترجمه آراسته شد و موجود شد و توی محافل صحبتش شد. و روی کتابش جمله نوشت که چرا هوش عاطفی میتونه خیلی مهمتر از هوش شخصی باشه. از این جهت این سوال مهمه که ما خیلی اوقات دیدیم آدمایی که هوش شخصی خوب دارن، به هر رتبه‌های خیلی خوبی توی کنکورا به دست آوردن، پیشرفت علمی سریع داشتن، طبیعتا موقعیت‌های شغلی خوبی به دست آوردن، ولی آیا اینا موفق‌تر هستند؟ به نظر میرسه هوش شخصی به تنهایی نمیتونه موفقیت ما رو تضمین کنه. گویا اینکه الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، هوش‌های مختلفی تو دنیا تعریف شده: هوش شخصی، هوش عاطفی، هوش اجتماعی، هوش معنوی، هوش کلامی، هوش فضایی و تمام اینها، فارغ از اینکه حالا واقعا اینا از بحث‌های شناختی هوش هستن یا استعداد هستن یا حالا یه قابلیت هستن، مهم اینه که الان دیگه دنیا به آدما نمره نمیده بر اساس یک چیز مشخص، اونم هوش شخصی. نگاه میکنه استعدادهای دیگه شما چی هستش. اصلا دیگه الان مهم نیستش تو بعضی از شغل‌ها که کم هم نیستن تو دنیا که فرد بهره هوشی مثلا 140، یعنی اینتلیجنس کوتنت 140 داشته باشه، که حالا یه زمانی خیلی مهم بودش، میگفتن اینا مثلا لغت‌های خیلی زیادی بلدن. الان میگن این آدم بلد ارتباط برقرار کنه، مهارت ارتباطی داره، این آدم میفهمه چشه، این آدم روابط عاطفیشو میتونه مدیریت کنه. اینا تمام مقولاتی هستن که ذهن من و شما رو نزدیک میکنه به مفهوم هوش عاطفی. برای اینکه هوش شخصیمون رو بفهمیم 3 تا چیز مهم بود. یعنی می اومدن به ما میگفتن اگر شما حافظتون خوب باشه، اگر شما سرعت انتقالتون خوب باشه، اگر شما تمرکزتون خوب باشه، بنابراین هوش شخصی شما بالاست. اما هوش عاطفی چه قسمت‌هایی داره، چه بخش‌هایی میتونه هوش عاطفی ما رو ارتقا بده؟ اساساً میشه ارتقا دادش 100%. ما در این برنامه سعیمون هستش که در مورد ارتقای هوش عاطفی با شما صحبت کنیم و راههایی رو بر بشماریم که بتونه ما رو در کارمون، در همسرداریمون، در بچه‌داریمون بتونه توفیق ببخشه.